دستاوردهای حیات یک انسان است. انسانی که در برابر عمری که ضایع میشه یا تیر میشه به پیش خدا به خود عمر خریده میره، عمر ابدی. یکی از ماده ها سوالایی که ما شما میخوانیم در سوالای دینی دمیست که میگه مفسرین کرام میگن تمام قرآن شریف در بسم الله الرحمن الرحیم خلاصه شده. تفسیر از او امی است. بسم الله الرحمن الرحیم امی حقیقت به ما میرسانه که انسان چگونه زندگی کنه تا ای که در این دایره رحمانیت که زندگی دنیاست. در دایره رحمانیت خداوند جل جلاله یک مقداری از نعمتهای خدا، یک مزه چشک از نعمتهای خدا به همه بشریت کافر و مسلمان عطا میکنه، عنایت میکنه و در مقابل فرصت میده به انسان. کدام انسان ها میتونن از این فرصت و از این نعمت ها طوری بهره بگیرن که در پایان به خدا جل جلاله برسن و حیات ابدی نصیبشان شود. حیات ابدی در حقیقت از سرچشمه رحیمیت خداوند جل جلاله عطا میشه، داده میشه. الرحمن دایرهش عام است، همگی مردم شامل میشن، به طور پیشکی داده میشه یا به طور ادوانس داده میشه، اما فانی و درگذر است. ولی الرحیم اون نعمت ها و مهربانی خدا را میگه که خاص است، به قشر خاص داده میشه، در برابر تلاش و زحمت کشی و ریاضت و همت و اخلاصشان داده میشه، اما ابدی و ماندگار است، قید زمان نداره. نعمت های دایره الرحمن قید زمان داره. دیگه بسم الله الرحمن الرحیم یعنی کل فلسفه دین امی است. از دین چی میخواه از انسان؟ دین میخواه به انسان چنان یک طرز دید بده. دین آسمانی، دین که میگم دیگه دین آسمانی و اسلام منظور ما شما باشه به معنای خاص کلمه. اسلام میخواه برای انسان چنان یک طرز دید و تفکر بده که با استفاده از فرصت‌های زندگی و امکانات و ابزاری که می‌داشته باشه طوری به اصطلاح عمر خود تیر کنه که هم در خدمت خلق باشه و هم خدا جل جلاله از او راضی باشه، هم آسایش مادی داشته باشه، هم آرامش ابدی و معنوی داشته باشه. انسانی که با این فطرت و مزاج آشفته آفریده میشه، یعنی ترکیبی از عناصر یا جوهرهای خوب و بد داره و در این بستر دنیا که فانی است و هر لحظه از کف انسان میبره. اصلا فضای فنا یک فضایی است که استقرار نمی داشته باشه، هر لحظه از او با اضطراب و تشویش همراه می باشه. عمر تیر میشه، آدم ضعیف میشه، پول خرج میشه، دیگه تغییرات و تبادلات مختلف از فصول سال تا حالت انسان ها تا شرایط زندگی ای وارد شده میره. یک بستر نارام از دنیا. این بستر نارام ارگاه انسان یک اندیشه و طرز دید درست و دقیق نداشته باشه، این بستر نارام با این فطرت نارامی که انسان داره، زندگی انسان تبدیل به دیگه یک جهنم یا تبدیل به یک آتش کده میتونه کده، یا انسان به اضطراب و پریشانی دوامدار مواجه ساخته میتونه. یگانه راهی که انسان در این بستر نارام و مضطرب میتونه به یک سکون و آرامش همیشگی برسه، پیدا کردن طرز دید است که تعریف کرده بتونه امی وضعیته، بر انسان شناخت دقیق داده بتونه و چگونگی موقف گیری رو برش یاد داده بتونه که تو در هر مرحله، چرا این شرایط زمان در کنترل ما شما نیست. ما نه غم ها را، نه خوشی ها را، نه به اصطلاح فقر، نه ثروت، نه پیری، نه جوانی را، هیچ چیز مهار کردن نمیتونیم. در کف ما نیست، در کنترل ما نیست. اینا کلش متحول هستن، چنانچه که در برنامه موقت ما شما میخوانیم. ولی در اینجا آنچه را که ما میتونیم ثابت نگاه کنیم فضا و وضعیت باطنی ماست، طرز دید و شناخت ماست. اگر یک انسان از نظر جهانبینی و اندیشه و از نظر تربیت و ظرفیت معنوی در یک استقرار و تمانی رسیده باشه، یعنی ایمان حاصل کرده باشه، تکامل روحی داشته باشه، این موج متلاطم زندگی دنیا و این فضای دنیا او رو دیگه نارام ساخته نمیتونه. چرا این به چنان ریسمان دست زده یا به چنان ساحل ای قرار داره که تحت تاثیر از این امواج متلاطم هیچ قرار نمیگیره، بیخ گپ یا جان گپ میفهمه یا عمق به اصطلاح حقایق و اسرار رو میفهمه. دیگه ما شما شکرانی خدا رو بکشیم. الحمدلله ما از جمع ما انسان هایی هستیم که خدای متعال می رقم یک فضل و فیض ابدی و ماندگار خدا
نصیب ما شما کرده و یا مزیش به ما شما چشم در رایش به ما نشان داده که اگر همت به خط بتیم، اخلاص دوامدار داشته باشیم، استقامت کنیم و زحمت و فعالیت داشته باشیم، به یقین که این مسیر به تکامل میرسه.